تو همچین حالت قرار گرفتی 2-3 تا حرکت میگم 2-3 تا حرکتی بزنی رهایی انجام حتی حریفت هم آسیب میگیره. اولین کار چشماش خب پشت دست بزنید تو چشماش اوکی هست. اگه دستم نرسید میکشم برای زیر سیبکی جلوش یه فشار حرکت رو بالای توقفه خیلی راحت رهایی انجام اصلا نمیخواد اینجا فشار اضافه بیارید. زمانی که فشار بده تا محکم تر تموم نشد. دوباره خیلی محکم کف دستم بزنم تو گوشش من پرده گوشش پاره میشه آسیب پذیر با پشت دست تو داخل چشمش